ماری کوری رو همیشه به عنوان دانشمند می‌شناسیم، ولی چیزی که او رو متفاوت کرد استمرار بود. کارهای بزرگ گاهی از کوچکترین آزمایش‌ها شروع میشن، مثل همین قهوه فوری که تو شیر سرد حل میکنم. چیز ساده ایه، ولی همین تکرارهای کوچک باعث میشن روزهای ما شکل بگیره. زندگی همیشه از چیزهای ساده شروع میشه. تو فقط باید ادامش بدی.